کنعان طاهر نژاد بازیکن خوبه تیم داماش، توپ رو به جلو میاره. رضا زایتوار در بطن حرکت هست. مرداد بایرامی، سید علیرضا ابراهیمی. یک بار دیگه در میانه میدان داماشیا صاحب توپ. رضا آذری رو به عقب، جایی که سعید ابراهیم پور حضور داره. توپ در اختیار دروازه‌بان تیم نیروی زمینی علی مولایی. بلافاصله پاسشو میفرسته در گوشه زمین. داماشا صاحب توپ و اعلام خطا میشه. خطا برای تیم داماش اعلام میشه. این چهره کنعان طاهر نژاد هست که در تصویر میبینید. کنعان بازیکن خوب تیم داماش. عقیل انافچه هم در کنارش بود. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش صاحب توپ میشن. توپ به بیرون میره. یک بار دیگه توپ رو به بیرون میزنن داماشا. بازی رو بازیکنان تیم نیروی زمینی آغاز خواهند کرد. شوتی که زده میشه فرستاده میشه روی دروازه داماشیا، اما موفق تر بازیکن تیم داماش هستن که این توپ رو برگشت میده. یک بار دیگه حالا یه حمله دیگه، برگشت توپ اعلام خطا میشه. صدای هوادارهای تیم داماش رو قطعا میشنوید که تیمی خودشون رو تشویق میکنن. 10 دقیقه از این دیدار رو پشت سر گذاشتیم. 0-0 مساوی بازی دو تیم دنبال میشه. توپ به بیرون رفته و از کنار دروازه باید بازی رو آغاز کنن. یه لحظه داور این دیدار رو هم دیدید. بابک وسیله بر هم به عنوان ناظر داوری بالا نشسته و نظارت میکنه بر کار داوری. این هم پرچم داماش که خوشبختانه همچنان برافراشته است در ورزشگاه عضدی رشت. عرض میکردم آقای شهاب محمدی به عنوان داور وسط این دیدار هست. این هم وضعیت چمن ورزشگاه عضدی که قول داده شده که بعد از این بازی قراره که بازسازی چمن انجام بشه. با آقای آرمان که صحبت می‌کردیم، مدیر کل ورزش و جوانان استان گیلان، فرمودن که یه تیم ویژه از کشور عراق قرار بیان و این چمن رو دوباره
بازسازی کنن و کشت مجدد انجام بدن و امیدواریم که بعد از اون دیگه در حفظ و نگهداری این چمن کوشا باشن مسئولین عزیز تا دیگه مشکل نخوریم و تیم‌های گیلانی و رشتی بتونن بازی خودشون رو در این ورزشگاه انجام بدن. آقای اکبری رو دیدید یه لحظه، سرمربی تیم نیروی زمینی. یک بار دیگه بازیکن تیم توپ بهش برسه. اینجا مهیار جباری که توپ رو میفرسته، توپی که به بیرون میره و به هیچ یک از بازیکن داماش نرسید. حالا میلاد روی میاد پرتاب رو انجام بده، این کار انجام میشه. فردین نجفی رو به عقب، حالا کنعان صاحب توپ رو به عقب میاره توپ رو. مدیر رسانه تیم نیروی زمینی هم امیر محمد سیف الله زاده است، از همکاران خون که در تیم نیروی زمینی حضور داره و سجاد حقدادی هم در تیم داماش گیلان به عنوان مدیر رسانه داره فعالیت میکنه. توپ رو در اختیار میگیره دروازه‌بان تیم نیروی زمینی علی مولایی که در تصویر میبینید. این هم هوادارهای خونگرم داماش در جایگاه تیفوسی‌ها و با انسجام خاص خودشون تشویق میکنن تیم مورد علاقه خودشون داماش گیلان رو. تیم این همه هوادار، اما 2 سالی هست که رنگ خوشی ندیده این تیم. در حال امیدواریم هر چه سریعتر مشکلات تیم داماش حل بشه و بعد ببینیم که در ادامه چه پیش خواهد آمد برای این تیم. تلاش های زیادی شده تا این تیم به این بازی برسه و هوادارهای تیم داماش که موقعیت خوبی است برای استفاده خواهند کرد بازیکن تیم نیروی زمینی. وحید نور محمدی بود که این توپ رو زد، این چهره و توپ از یک بار دیگه دروازه‌بان تیم داماش بازی را آغاز خواهد کرد. داماش گل بزن رشتی‌ها بیقرارن، شعاریه که هوادار تیم داماش سر میدن در ورزشگاه. خیلی امیدوار هستن این تیمشون بتونه تو این بازی. داماش گیلان این هم سرمربی تیم نیروی زمینی. بازی باید از میانه زمین آغاز بشه. خوشی هم میکنه بازیکن تیم نیروی زمینی با هواداری که اون گوشه ایستادن از تیم داماش. دروازه‌بان تیم هم مصدوم شده و باید به وضعیت
یک بار دیگه تو به بیرون میره. بازم سعید ابراهیم پور آغازگر بازی خواهد بود. با دقایقی قبل از بازی هم باد میوزید در ورزشگاه، اما الان هوای ساکتی رو در ورزشگاه داریم و خنک اما شرجی. یک بار دیگه سعید ابراهیم پور، قرمز پوشیده سعید و میبینید در تصویر توپ رو میفرسته به میانه میدان. 18 دقیقه از این دیدار رو پشت سر گذاشتیم. 0-0 دو تیم مساوی هستن. یه بار دیگه حالا داماشی ها سمت راست فرصت دارن و خطای مرداد بایرامی گرفته میشه. خود مرداد صحبت میکنه با کمک داور اولین دور امین اسکندری و داور هم با سرعت میره خودشو میرسونه به بازیکن داماش، صحبت میکنه باهاش. شهاب محمدی این حمید درخشان هست که میبینید. یک بار دیگه بازیکن تیم نیروی زمینی توپ رو برمیگردونن. توپ به بیرون رفته. یار شماره 10 از تیم داماش محمد مهدی خانی. پرتاب رو انجام خواهند داد بازیکنان تیم داماش گیلان. حالا پرتاب انجام میشه داخل محوطه جریمه، با ضربه سر برمیگردونن. باز هم موقعیت هست حالا از سمت راست و توپی که به بیرون میره. تشویق میکنن تماشاگر تیم داماش بازیکن خودشون رو که این موقعیت رو ایجاد کرد. حالا باید پرتاب کنن این توپ رو داماشی ها. یار شماره 4 کنعان طاهر نژاد. عکاسای زحمتکش رو هم میبینید در کنار ورزشگاه ایستادن و دارن این بازی رو پوشش میدن. این توپ هم ثمری نداشت برای داماشی ها.
بی‌وفق تیمشون رو تشویق میکنن هواداری تیم داماش و از بازیکن تیم خودشون حمله و گل میخوان. اعلام خطا میشه. ضربه خطا رو داماشی ها باید بزنن. داور اشاره میکنه که کمی عقب‌تر این کار انجام بشه. حمید درخشان رو میبینید صحبت میکنه با بازیکن تیم خودش. و توپ رو میزنن. یه لحظه بازیکن تیم داماش برگشت میدن. داور حالا یه کارت زرد رو میده به یار شماره 4. 26مین دقیقه از این دیدار. 0-0 مساوی. شما بینندگان عزیز راه ما هستید و بیننده این دیدار دو تیم داماش گیلان و نیروی زمینی تهرانی که امسال به لیگ 1 اومده و اسلام پورهاشم را یه لحظه در تصویر دیدید. دروازه‌بانشون بازی رو آغاز حمید درخشان هم حالا میاد جلو و بازیکنش میخواد که اعتراض نکنن. داور 4 هم در کنار زمین صحبت کنه بازیکن‌های اولین بازی هست که در رقابت‌های لیگ دست اول جام آزادگان داره برگزار میشه در ورزشگاه نیروی زمینی و نباید اشتباه کنن بازیکن تیم داماش و این گونه موقعیت بدن به این چهره. یا شما 10 یونس دلفی. اعلام خطا میشه دوباره.
هواداری داماش رو میبینید. به خطا اعلام شده در موقعیت خوب برای تیم داماش گیلان. وارد 30مین دقیقه از این دیدار شدیم. میزنه این توپ رو بایرامی داخل محوطه جریمه، کماکان به دنبال توپ از دروازه‌بان و بازیکن داماش که توپ به کورنر رفته. محمد شریفی اونجا حضور داشت و توپی که به کورنر رفت. موقعیت دیگر برای داماش، ضربه کورنری که حالا از این سمت نواخته خواهد شد بر روی دروازه نیروی زمینی. میبینید در تصویر یه توپی که میاد و دروازه‌بان در اختیار میگیره. صحنه آهسته ضربه قبل رو خواهید دید که نگاه کنید این گونه فرستادن و توپی که به کورنر رفت. باید ببینیم که بله دروازه‌بان تیم نیروی زمینی توپ رو به بیرون فرستاد و نظر داور درست بود در این صحنه. یک بار دیگه خطا میشه و باز هم روی دروازه‌بان تیم روی بازیکن تیم نیروی زمینی دولفیس که خطا روش انجام شده. یوسف دولفی صحبت میکنه حمید درخشان با رضا زاهدتبار و دیگر بازیکن تیم خودش. حالا این سمت دروازه‌بان تیم نیروی زمینی هم روی زمین نشسته که حالا بلند میشه و میتونن به بازی ادامه بدن. بازی از سر گرفته میشه. این سمت توپ رو میدن به دروازه‌بان تیم داماش تا سعید ابراهیم پور بازی رو آغاز کنه. یک بار دیگه داماشی از سمت راست و توپی که نرسید به رضا زاهدتبار. فردین نجفی شماره 7 داماش رو امسال پوشیده. یک بار دیگه حالا موقعیت هست برای داماش گیلان، فرصت خوب عالی و توپی که مستقیم میزنن در دستان دروازه‌بان تیم نیروی زمینی. این چهره یار شماره 10 محمد مهدی خانی. یه بار دیگه بازیکن تیم داماش و اعلام خطا میشه برای نیروی زمینی. عصبی است محمد شریفی و این عصبانیت زیاد هم خوب نیست و میتونه کارت زرد رو براش به همراه داشته باشه. اگه بخواد باز هم این گونه اعتراض کنه.
یک بار دیگه دروازه‌بان ابراهیم پور میاره به میانه میدان. پرتاب برای داماش. یک بار دیگه در میانه میدان بازیکن تیم داماش و باز هم اعلام خطا در بطن کار بازیکن تیم داماش. یونس دلفی خطا روش انجام شد، بلافاصله کارت زرد رو داور داد به بازیکن تیم داماش. امیر ابهری سرمربی تیم نیروی زمینی و اینور هم حمید درخشان سرمربی تیم داماش گیلان. میزنن این توپ رو بازیکن تیم نیروی زمینی، اشتباه بازیکن تیم داماش و توپی که راهی کورنر میشه. موقعیت خطرناکی بود که راهی کورنر شد. هواداره خونگرم داماش رو میبینید از ابتدای بازی دارن تیم خودشون رو تشویق میکنن و کلا این هوادارا از ابتدای بازی میان و تا دقیقه 90 تیم خودشون رو تشویق میکنن و منتظر نتیجه تیم هستن که بازی رو ببر و خوشحال برن خود سمت خونه هاشون. شهرام حمیدی رو دیدید، سرپرست تیم داماش گیلان. حالا میخواد داور که بیان و به وضعیت بازیکن آسیب دیده رسیدگی کنن. میبینید در محوطه شریمه که بازیکن تیم ها حضور دارن. منتظریم تا داور دست خودش بدمه و ضربه کرنر رو بزنن بازیکن تیم نیروی زمینی. داور اشاره میکنه بازیکن تیم نیروی زمینی و ضربه کرنری که حالا فرستاده خواهد شد روی دروازه تیم داماش و اعلام خطا میشه و داور اعلام خطا میکنه.
یه خورده شاید هم امروز مناسب نبود برای نصب دوربینامون و پخش خوب این دیدار برای شما بینندگان عزیز. همچنان که داریم ما گزارش می‌کنیم در حال این هستیم که این دوربین پایینمون رو جای مستقر کنیم که کسی از جلوش رد نشه. متاسفانه اینقدر که نیمکت ها به هم نزدیک هستن نمیشه دوربین رو جایی گذاشت که ناظر و دیگر عوامل بازی از اون رد نشن. توپ در اختیار بازیکن تیم داماش هست. رضا زایتبار به توپ نرسید در میانه میدان. دلفی به چپ میبره و حالا به میانه میدان یارو شماره 8 از تیم نیروی زمینی و توپی که دفع میکنه میلاد رویین. این چهره کمک داور دوم دیدار هست، میلاد لطفی. سعید ابراهیم پور، چهره‌ای که میبینید و بازی رو آغاز میکنه. حالا در میانه میدان اعلام خطا میشه و خطایی که به نفع بازیکن تیم داماش اعلام شد. فردین نجفی داور میگه با سوت من بازی رو آغاز کنید. رضا آذری پشت توپ ایستاده، کمی اون طرفتر محمد امینی یارو شماره 3 از تیم داماش. موقعیت خوبی که باید فرستاده بشه. حالا توپ در اختیار دروازه‌بان تیم نیروی زمینی قرار میگیره. از اون سمت بازیکن تیم نیروی زمینی، این سمت دلفی، خود دلفی به چپ میاره. یه سانتر خوب است بازیکن تیم نیروی زمینی و حسام پور هاشم که توپش به بیرون رفت. محمد مهدی خانی یار شماره 10 تیم داماش هم سابقه حضور در همین تیم نیروی زمینی تهران رو داره. حمید درخشان صحبت میکنه بازیکن تیم خودش. سال گذشته چی کشید این داماش تا تونست در رقابت لیگ 1 بمونه. علی نظر محمدی و بازیکنایی که بودن در این تیم و امسال خیلی هاشون به بعثت کرمانشاه رفتن به همراه علی نظر محمدی. به هر حال آقای درخشان اما کماکان در این تیم حضور داره و هدایت لاجوردی پوشان داماش رو در اختیار داره. بار دیگه
بازیکن تیم نیروی زمینی. دوباره دلفی صاحب توپ هست داخل محوطه جریمه و فرصتی که اجازه کار رو نمیدن داماشی ها، بلافاصله توپ رو بر میگردونن و حالا توپی که بی هدف زده میشه. داور اشاره میکنه که داماشی ها بازی رو باید آغاز کنن. چهار دقیقه وقت تلف شده برای نیمه اول این دیدار لحاظ میشه. 4 دقیقه‌ای که اعلام میشه از سوی داور چهارم محمد حسین یحیی‌زاده. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش در میانه میدان، باز هم برگشت توپ، حالا توپ رو به راست میبرن داماشی ها و توپ به کرنر رفته. بله داور اعلام میکنه توپ به کرنر رفته، نمیده توپ رو دروازه‌بان تیم نیروی زمینی و حالا یه تنشی رو اونجا ایجاد میکنه. داور میخواد که از بازیکن‌های دو تیم خونسردی خودشون رو حفظ کنن و توپ رو بدن تا بازی آغاز بشه. مرتضی بایرامی میره تا این ضربه کرنر رو بفرسته روی دروازه. خود بایرامی دورخیز کرده، بایرامی منتظر تا داور اجازه کار رو بده. بایرامی میفرسته توپ رو و برگشت از سوی مدافعین. دوباره پرتاب برای داماش. خود بایرامی میره تا پرتاب رو انجام میده، میذاره تا کنعان طاهر نژاد بیاد. این حمید درخشان هست، تصویر میبینید کنعان میاد تا از اون پرتاب‌های بلند خودش رو انجام بده. دورخیز میکنه کنعان طاهر نژاد از ابتر. بازیکن تیم نیروی زمینی کماکان صاحب توپ هستن. طاهر شریعتی، یونس دلفی، امیرحسین خدامرادی و امیرحسین اسماعیل زاده از نیروی زمینی و محمد شریفی از داماش قبلا با هم همبازی بودن در تیم ملی نوجوانان. حالا دارن در این میدان بازی میکنن. بار دیگه بازیکن داماش، این میتونه آخرین موقعیت این تیم باشه در نیمه اول. تو برگشت پیدا میکنه. عرض کردم دو تیم 0-0 مساوی هستن و تا اینجای کار هنوز میشه روی دروازه که توپ به بیرون میره. باید این ضربه رو بزنن بازیکن‌های تیم پرتاب رو انجام بدن. بازیکن تیم داماش نمیدونم چرا اینقدر عقب میرن و خیلی از دور پرتاب رو انجام میدن و کلا کنعان طاهر نژاد عادت داره که توپ رو میگیره خیلی عقب میره. حالا پرتاب میشه این توپ داخل محوطه جریمه
و موقعیت برگشت پیدا میکنه. شما بینندگان عزیز به صورت زنده و مستقیم از ورزشگاه شهید عضدی رشت همراه ما بودید. بازی در نیمه اول با نتیجه 0-0 مساوی به پایان رسید. استراحت کوتاه خواهیم کرد و با آغاز نیمه دوم در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. همراهان همیشگی سایت آنتن در خدمت شما هستیم با پخش زنده دیدار دو تیم داماش گیلان و نیروی زمینی تهران از هفته اول رقابت لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور. دیداری که در ورزشگاه شهید عضدی شهر رشت در حال برگزاری است. در نیمه اول این دیدار 0-0 مساوی به اتمام رسید و حالا بدونیم که در نیمه دوم تفکرات حمید درخشان سرمربی تیم داماش گیلان و امیر ابهری سرمربی نیروی زمینی تهران به کجا خواهد انجامید. ترکیب دو تیم رو بگم خدمت شما بینندگان عزیز. سعید ابراهیم پور درون دروازه داماشی‌ها ایستاده، محمد امینی، کنعان طاهر نژاد، سید علیرضا ابراهیمی، فردین نجفی، محمد شریفی، مهرداد بایرامی، محمد مهدی خانی، میلاد روئین، رضا زاهد تبار و رضا آذری 11 بازیکنی هستند که حمید درخشان سرمربی داماشی‌ها به زمین مسابقه فرستاده و محمد حمیدی هم همون شهرام حمیدی خودمون به عنوان مدیر تیم داماش دارن فعالیت میکنن. سجاد عقدی هم مدیر رسانه تیم هست. اما در تیم مقابل یعنی نیروی زمینی تهران ابراهیم مرادی، مهیار جباری، طاها شریعتی، وحید نور محمدی، امیر حسین اسماعیل زاده، یونس دلفی، عقیل انافچه، امیر حسین موسی زاده، حسام پورهاشم، امیر حسین خدا مرادی و علی مولایی 11 بازیکنی هستن که آقای ابهری به زمین مسابقه فرستاده و مدیر تیم هم مجتبی جودی است و مدیر رسانه این تیم هم امیر محمد سیف الله زاده سرباز تیم نیروی زمینی تهران. توپ در اختیار بازیکن تیم نیروی زمینی. داماشی‌ها به دنبال توپ. علیرضا ابراهیمی با خطا متوقف میشه. یک بار دیگه بازیکنان تیم داماش صاحب توپ هستن.
این هم چهره جهانگیر عسکری است که در ورزشگاه حضور داره. در ابتدای کار اومد به عنوان مربی در تیم داماش، اما بعد از چند روزی استوری گذاشت و خداحافظی کرده از داماشی ها. حالا در ورزشگاه حضور داره بازی را از نزدیک میبینه. توپ در اختیار بازیکن تیم داماش، ضربه سر از بازیکن نیروی زمینی. خطا اعلام میشه بر روی بازیکن تیم نیروی زمینی امیرحسین اسماعیلی زاده. داور این دیدار شهاب محمدی است. کمک اول این تیم داوری امین اسکندری، کمک دوم میلاد لطفی یحیی زاده است. ناظر داوری هم که آقای بابک وسیله بر از روی سکوهای جایگاه ویژه نظاره‌گر این بازی است. آقای وسیله بری که خودشون از داورای خوب فوتبال کشورمون بودن و ناظر این دور هم آقای مهدی ناصحی است. موقعیتی برای تیم نیروی زمینی. پور هاشم دورخیز کرده. خود پور هاشم میفرسته توپ رو داخل محدوده جریمه با ضربه سر برمیگردونن بازیکن تیم داماش و توپ به بیرون میره. انتقاد داشتن هوادار تیم داماش نسبت به مسئولین ورزش استان و هیئت فوتبال که چرا داماش همچین وضعیتی داره. این تماشاگری که الان دیدی در تصویر، اما خب تیم داماش یه تیم خصوصی است. آیه نعیمی پور به عنوان مالک داره این تیم رو اداره میکنه. واقعا هم تنهاست. قرار بود اسپانسری بیاد این تیم رو حمایت کنه، معلوم نیست آخر چی شد، چون روی پیرن بازیکن داماش یک برند خاصی رو تبلیغ نکردن و این ضربه هم دیدیم که زدن بازیکن تیم نیروی زمینی و توپ به بیرون رفت. چه حسرتی هم میخوره بازیکن تیم نیروی زمینی، مدافع این تیم طاهر شریعتی که این ضربه رو زده بود. یک بار دیگه خود شریعتی توپ رو به بیرون میزنه. مهرداد بایرامی میذاره تا توپ رو محمد امینی بزنه. امینی سعید ابراهیم پور صدای هوادارهای تیم داماش رو میبینید و میشنوید که تشویق میکنن تیم خودشون رو. واقعا بی‌نظیر هستن این هوادارها. در تیم داماش گیلان تشویق میکنن تیم خودشون رو. تیم های گیلانی کلا هوادارهای خوبی دارن و هوادارهای فوتبال فهم. حالا من خواهش کردم از صدا بردارمون که یه خورده صدای هوادارا هم بیشتر کنم و شما بینندگان عزیز بتونید لذت ببرید از شور و هیجانی که اینجا برقرار هست. یک بار دیگه حالا ابراهیم پوره که توپ رو میگیره به راست میبره. باز هم بازیکن تیم داماش صاحب توپ. داماشی ها صاحب توپ هستن، از سمت راست اشتباه میکنن و توپ رو به بازیکن نیروی زمینی میدن.
اعلام خطا میشه. خطا به نفع نیروی زمینی. خطایی که رضا آذری انجام داد. حالا از سمت راست دوباره بازیکن تیم نیروی زمینی. خوشبختانه مدیریت خوبی داره میشه امسال در تیم داماش. تا اینجای کار در اولین دیدار بازیکن‌ها تونستن 10% قراردادشون رو بگیرن و این یک میشه گفت روند خوبیه که مدیران داماش امسال در پیش گرفتن. سابقه نداشته که در اولین بازی 10% قراردادشون رو بگیرن بازیکن‌ها و باید تشکر کنیم از آقای نعیم‌پور و همه همکارانشون که زحمت کشیدن 10% بازیکن رو امسال پرداخت کردن. یه اردوی در روز هم در تهران داشتن و کلاً اومدن امسال یه تیمداری خوبی رو انجام بدن. حالا انشالله که مشکلات حل بشه و بتونن این تیم رو به اون جایگاه اصلیش که لیگ برتر هست برسونن. واقعا این هوادارا فقط همین رو میخوان، چیز خاصی نمیخوان. به هر حال سرمایه فوتبال استان گیلان همین تیم ها هستن. یک توپ رو میفرستن از سمت چپ و بازیکن داماشی توپ رو میگیرن. باز هم بازیکن تیم داماش خطا نمیگیره داور، بلافاصله ضد حمله. حالا بازیکن تیم نیروی زمینی باز هم در میانه میدان بازیکن تیم داماش صاحب توپ دوباره صاحب توپ میشن در میانه میدان بازیکن تیم نیروی زمینی. حمید درخشان رو میبینید، مربی با تجربه و خوبی است حمید درخشان و دامشی‌ها خیلی امیدوارن که امسال در تیمشون موفق باشه. واقعا چه شور و هیجان خاصی در ورزشگاه برقرار هست و چقدر خوب تیمشون رو تشویق میکنن طرفدارای داماش. امیر ابهری حالا پرتاب برای نیروی زمینی. دورخیز بازیکن نیروی زمینی امیرحسین اسماعیل زاده این پرتاب رو انجام خواهد داد. خود اسماعیل زاده داخل مواد جریمه. برگشت توپ از بازیکن داماش. حالا توپ رو میارم به کنار زمین و توپ به بیرون رفته. خطا انجام میشه روی رضا زاهدتبار و بله یک کارت زرد رو میده داور. داره شماره 8 کارت رو میگیره و داور یادداشت میکنه. داور میخواد از بازیکن داماش که توپ رو بازی رو شروع کنن. توپی که فرستاده میشه از سمت راست توسط محمد شریفی. بازم توپ در اختیار بازیکن نیروی زمینی. امیرحسین موسی‌زاده به راست میاره. ابراهیم مرادی
باز هم برای موسی‌زاده رو به عقب. طاها شریعتی بازم رو به عقب میارن توپ رو. بازیکن نیروی زمین. داماش در زمین خودش داره بازی میکنه و سه امتیاز این دیدار در اولین بازی خانگی براشون مهم خواهد بود. یه بار دیگه حالا یک زد حمله برای بازیکن تیم داماش. ببینن توپ چگونه استفاده میکنن. فرصت هست و چه توپی رو خراب میکنن داماشی ها. از نهاد هوادارا و کادر فنی داماش بلند میشه. واقعا موقعیت خوبی بود و توپی که از دست دادن. حرکت آهسته این صحنه رو باید نشون بدن همکارانمون چه اتفاقی رخ داد و چه توپی رو که نتونستن به گل تبدیل کنه. حالا ضد حمله برای تیم نیروی زمینی از سمت چپ. اجازه کار رو نمیدن داماشی ها. بلافاصله توپ رو میگیرن. توپ خوبی رو برداشت محمد مهدی خانی و میتونست داماشی ها رو به اولین گل برسونه که این اتفاق رخ نداد. حالا یه بار دیگه طاها شریعتی از همه بازیکن عبور میکنه. طاها شریعتی خطا نیست و داور آوانتاژ میده و اعلام خطا میکنه داور و یک کارت زرد رو میده به سید علیرضا ابراهیمی و ببینیم که این ضربه خطا چگونه به وجود اومد. داخل محوطه جریمه خودشون رو رسوندن. و توپ به کرنر رفت. خطا ضربه‌ای که زد و خطایی که انجام داد رو داور اومد بهش کارت زرد و توپ به کرنر رفت. خطا ضربه‌ای که زد و خطایی که انجام داد رو داور اومد بهش کارت زرد. اون ضربه قبلی رو که وقت شد ببینیم. حالا باید از همکاران بخوام که این ضربه‌ای که الان پیش اومد رو نشون بدن اگه داشته باشیم. در گوشی سمت راست دیدید یاریه. اینجا خطا انجام شد و حالا تعویض برای تیم داماش باید شکل بگیره. اون صحنه آیسه اون ضربه‌ای که زدن بازیکن تیم داماش رو هم با هم ببینیم حالا که وقت هست. محمد مهدی خانی توپ رو آورد. این توپ ببینید اینجا توپ رو آوردن داماشی ها و چه توپی رو از دست دادن و چقدر خوب گرفت مولایی. علی مولایی دروازه‌بان تیم نیروی زمینی. این صحنه رو ببینیم که اینجا خطا انجام دادن بازیکن تیم داماش. توپ اینجا رد شد. کرنر رفت و داور اومد و کارت زرد رو داد به بازیکن خاطی. داماش گل بزن رشتیا بیقرارن. شعاری که حالا هر ورزشگاه دارن سر میدن.
پرتاب رو انجام میدن بازیکن تیم داماش. یک بار دیگه اعلام خطا میشه. محمد شریفی گرفته شد. داشتن تعویض میکردن داماشی‌ها در کنار زمین هم بازیکن اومدن، اما شهرام حمیدی اومد برگه رو عوض کرد و حالا نمیدونم چه تصمیم رو داره آقای درخشان. یه سری مصاحبه هم دیروز کرد آقای میرزا بیگی که خیلی مدت کوتاهی در تیم داماش حضور داشت که مدیران داماش تکذیب کردن صحبت ایشون رو. در حال درست نیست که شب قبل بازی بیان و همچین مصاحبه رو بکنن. حتی اگه 2 روز هم در یک تیم باشی، نون نمک خورده باشی، نباید این کارا رو میکردی. حالا آقای میرزا بیگی کاش یه خورده رعایت میکردی. شما گفتی به خاطر هواداره داماش میخوای صحبت کنی، کاش سکوت میکردی. به هر حال هوادارا خودشون بهتر میدونن که چه کسی داره براشون کار میکنه و چه کسی داره کار شکنی میکنه برای تیم داماش. در حال تیمداری هم به این راحتی نیست. هزینه یک بازی تیم الان به قدری زیاد هست که هر کسی جرئت نکنه یک بار دیگه 1 سانت بازیکن تیم نیروی زمینی و اعلام خطا برای بازیکن داماش گرفته میشه. بازی خوبی رو از داماش دیدیم و میشه به این تیم امیدوار بود. به هر حال بازی اول و سختی‌های خاص خودشو داره. حالا تعویضا باید برای داماش انجام بشه. 26 سعید حسینپور به زمین مسابقه خواهد اومد. و رضا آذری رو میخواد بیرون بکشه. نه، دوباره منصرف میشن و میبینید که داور 4 میاد و شهرام حمیدی رو میبینید داره یه اسم دیگه مینویسه. حالا قطعا حسینپور رو میخوام زمین بیارن، اما نمیدونم جای کی. 2 بار اومده حسینپور کنار زمین. این چهره بازیکن تیم داماش هست که میخواد به زمین مسابقه بیاد. یه لحظه خواست رضا آذری رو بیاره بیرون. یه بازیکن دیگه هم که اول نوشته بودن، حالا ببینیم که اسم کدوم بازیکن رو داده. شهرام حمیدی یه توپ که یه لحظه میرود دست مولایی بیرون بره که فردین نجفی این توپ رو زد اما به گل تبدیل نشد. 70 رو میخواد بیرون. رضا زاهدتبار میاد بیرون. حسینپور میاد زمین و رضا زاهدتبار بیرون خواهد اومد. اون شوت رو ببینید اینجا زدن داماشا. چه توپی بود، گل میشد. یه گل قشنگی بود. حالا تعویض میخواد انجام بشه برای داماش. 2 بازیکن قراره بیرون بیان و 2 تعویض. حالا یه توپ رو وایی از بازیکن تیم نیروی زمینی. ببینید از این توپ چگونه استفاده میکنن. توپی که زده میشه به کرنر میفرستن بازیکن داماش. 46 سامان مهرابی زاده به زمین میاد به جای رضا زاهدتبار و رضا آذری بیرون میاد. سعید حسینپور وارد بازی. این 2 تعویضی که در کنار زمین داره انجام میشه. رضا آذری رو میبینی که داره بیرون میاد. نجفی میره که باش دست بده، اما منتظریم تا
برن بیرون بازیکن داماش و دو تعویض انجام بشه. بعد ضربه کورنر رو بزنن بازیکن تیم نیروی زمینی. رو به عقب، یه سانت روی دروازه و چه توپی به کورنر رفت. چقدر خوب توپ رو به کورنر فرستاد سعید ابراهیم پور و چقدر قشنگ زد توپ رو معیار جباری. حالا سعید ابراهیم پور مورد تشویق هواداری داماش هم قرار میگیره. خیلی خوب توپ رو گرفت. آخرین لحظاتی که میرفت داره دروازه داماش قرار بگیره این توپ رو جمع کرد. بعد از این ضربه کورنر همکارانمون نشون خواهند داد چه اتفاقی رخ داده. ضربه کورنر حالا میزنن و توپ از بالا سر همه عبور میکنه. این سم به بازیکن تیم نیروی زمین رسید و یه شوت که توپ به بیرون رفت. ببینید اون صحنه رو، توپی که اینجا سانت شد روی دروازه، این شوت و سعید یه خورده عقب بود و خودش رو رسوند و توپ رو گرفت. آفرین به سعید ابراهیم پور. یه توپ خوب را اون سم دروازه‌بان نیروی زمینی گرفت. این سم دامالا دروازه‌بان تیم داماش. 72مین دقیقه از این دار 0-0 مساوی. بازی که گل نداشته تا اینجای کار. یک بار دیگه در میانه میدان بازیکن تیم داماش از سمت چپ. یک بار دیگه فرصت هست بار داماشی ها ببینن توپ چگونه استفاده میکنن. ضربه‌ای که باز هم میزنن و توپ به بیرون میره. بلافاصله پرتاب یه توپ دیگه و توپی که به بیرون میره. هواداره تیم داماش رو میبینید. این هم چهره داور این دیدار شهاب محمدی. توپ رو میزنن بازیکن تیم نیروی زمینی. حالا یه موقعیت خوب برای داماش. ببینید توپ چگونه استفاده کنه. بازیکن تازه‌وارد حسین پور به راست و نرسید به توپ. سامان مهرابی زاده و توپ به بیرون رفت از کنار دروازه نیروی زمینی. بازی باید آغاز میشه. یه لحظه مهرابی زاده رو دیدید در تصویر. نتایج زنده را هم بگم خدمت شما که فقط بعثت کرمانشاه 1-0 و شیراز در شیراز جلو هست و آریه اسلام شهر هم 1-0
از پالایش نفت بندرعباس تا پایان نیمه اول مابقی بازی لیگ 1 که امروز داره برگزار میشه 0-0 مساوی است. مثل کرمان مثل سونگون 0-0، سایپا سند نفت 0-0، پارس جنوبی جام و فیصل 0-0، نفت مسیح سلیمان و مثل شهر باکم 0-0 بازیشون داره دنبال میشه. اما فردا تیم شهرداری آستارا باید در تهران بازی کنه مقابل پیکان. توپی که حالا آوردن بازیکن تیم نیروی زمینی از خط ارضی عبور کرد و یک بار دیگه داخل محوطه جریمه توپی که برگشت میده. باز هم یه بازیکن نیروی زمینی روی زمین افتاده، خطا نبود و حالا داور توی این ضربه بازی رو نگه میداره. بخوان این زمین عزویی رو درست کنن خیلی خوب میشه. عرض کردم خدمت شما آقای آرمان قول دادن که یه گروه ویژه بیان و دوباره چمن رو از نو بکارن. در حال میدونید چمن طبیعی است اینجا، واقعا این زمین در شأن تیم بزرگ داماش نیست. تیمی با این همه هدفدار و این قدمتی که داره یک بار دیگه بازیکن تیم داماش از سمت راست میرن توپ چگونه استفاده میکنن، توپی که برمیگرده. یه بار دیگه یه توپ از بازیکن داماش و اعلام خطای سامان مهرابی زاده گرفتیم. کارت زردم بهش میده داور، یا خورده سختگیرانه بود اما کارت زرد بهش داد داور. امکان صحبت میکنه با داور اما دیگه کارت رو گرفته و بر نمیگردونه که داور. بگم خدمت شما که تا اینجای کار داماش بدم نبوده، مقابل تیم نیروی زمینی داره بازی میکنه که همین بازیکن‌های سال گذشته خودش رو داره، تیمی که با قدرت اومده و امسال در لیگ 1 حضور داره. تقریبا اکثر بازیکن سال گذشته رو در اختیار داره و تیم خوبی هم هست. بدون حمید درخشان این چهره برای ادامه رقابت ها که تفکراتی رو در سر داره. امیدواریم که در استان شرایطی فراهم بشه که بتونن این تیم رو به اون جایگاهی که حقش هست بیارن. یک بار دیگه اعلام خطا نمیشه، داور آوانتاژ میده تا ببین از این توپ چگونه استفاده کنه بازیکن تیم داماش و حالا در سود خوش میدمه. خوب داره داوری میکنه داور و یه لحظه آقای امیر محمد سیف‌الله زاده هم دیدید، مدیر رسانه تیم نیروی زمینی.
نیمکت داماش رو میبینید. همه دوست دارن این ضربه رو بزنن، جالبه، همه دوست دارن این ضربه رو خودشون بزنن. حالا بدونیم که آقای درخشان به چه کسی اجازه میده که ضربه رو بزنه، میخواد از بازیکنی که جدا بشن و اشاره میکنه که دو تا بازیکن حضور داشته باشن، 4 نفر اونجا هستن. دو تا بازیکن میان عقب‌تر. برای خیلی دوست دارن اولین گل داماش رو به اسم خودشون ثبت کنن بازیکن تیم داماش، تا این هوادارا این گروه خوشحال باشن. حالا فعلا پشت توپ مهرداد بایرامی ایستاده، بازیکن خوبی هم هست مهرداد بایرامی. حالا چی شد؟ هم هست مهرداد بایرامی. حالا چی شد؟ داماشی ها بازم بازیکن نیروی زمینی. میگم کیفیت زمینم خوب نیست، اگه خوب بود شاید بهترم بازی میکردن بازیکن تیم داماش. یه فرصت عالی و نمیشه رو زمین بازی کرد، واقعا اون چمن اجازه بازی رو نمیده، نباید برای بازیکن زیاد خورده گرفت. حالا این چمن رو عرض کردم انشالله که درست کنن و این امتیاز میزبانی رو از داماش نگیرن، اینجوری نتیجه خوبی رو شاید نتونن بگیرن داماشی ها. یک بار دیگه بازیکن تیم نیروی زمینی یه شوت کمجون که توپ به بیرون میره. عرض کردم خدمت شما، حالا شاید خیلی ها بگن که همون چمن مصنوعی بهتر بود، اما درسته الان زمین این گونه افتضاحه، اما به هر حال این چمن باید دوباره درست بشه، مثل چمن ورزشگاه تختی، ورزشگاه شهید بخشید بخشید بازی میکنن داماشی ها. ورزشگاه شهید عزودی شهر رشت هست که این گونه وضعیتش هست. دیگه ورزشگاهی که میتونن میزبانی کنن ورزشگاه سردار جنگله و دیگه ورزشگاه دیگه نداریم ماتورش که دو تیم رشتی بخوان اونجا از تیم‌های حریف پذیرایی کنن. به هر حال امیدواریم که این ورزشگاه چمنش درست بشه تا داماشی‌ها مشکلی نداشته باشن. 8 با
درست بشه تا داماشی ها مشکلی نداشته باشن. 8 باسی یک بار دیگه داماشی ها صاحب توپ به میانه میدان. کنعان خوب میتونه ایجاد کنه. فردین نجفی، خود نجفی در میانه میدان به راست میبره توپ رو از همون سمت راست که موفق نبود مهدی خانی. میلاد روین پرتاب را انجام خواهد داد برای داماش. توپ ارسال میشه، اعلام خطا برای داماش اعلام شد. دروازه‌بان رو میبینید مولایی داره خط دفاعی خودش رو میچینه. حالا که توپ رو خواهند فرستاد بازیکن تیم داماش در 87مین دقیقه از این دار. توپی که ارسال میشه داخل محوطه جریمه و چه توپی بیرون رفت. توپ خوبی را زدن بازیکن داماش و حمید درخشان که حسرتی میخوره بابت این صحنه. بلافاصله بازی رو آغاز میکنن بازیکن تیم نیروی زمینی. یه امتیاز هم بد نیست براشون از رشت با خودشون سوغات ببرن. حمید درخشان میخواد بازیکنشون که زودتر بازی رو شروع کنن. یک بار دیگه داماشی ها و توپی که به بیرون میره توسط بازیکن داماش. آقای ابهری رو میبینید. امیر ابهری صحبت میکنه با بازیکن خودش. تعویض دوباره برای داماش. 11 محمد سجاد قلیبی به زمین مسابقه میاد و مهدی خانی به بیرون میاد. توپ رو خواهند فرستاد بازیکن تیم داماش. محوطه جریمه رو میبینید. توپی که حالا ارسال میشه، فرصت برای داماش بود اما موفق نبودن. حمید درخشان فریاد میکنه بر سر بازیکن تیم خودش. عرض کردم موقعیت حالا خوبی دیگه ایجاد میشه برای داماشی ها. چرا نزد این توپ رو سامان مهرابی زاده؟ باز هم داخل محوطه جریمه یه موقعیت دیگه داره ایجاد میشه. شوتی که یه دروازه بالا سر این دروازه بود گل نمیشد. چرا عجله میکنن بازیکن تیم داماش؟ باید از خودشون پرسید. این
مهرداد بایرامی است و این هم چهره سعید حسین پور. حمید درخشان 5 دقیقه وقت تلف شده برای نیمه دوم هم در نظر گرفته میشه. حمید درخشان در کنار زمین صحبت میکنه با بازیکن تیم خودش، مربی که کار کشته است در سالهای گذشته در تیم سایپا، نفت مسجد سلیمان، نفت تهران، خونه به خونه، پرسپولیس و همین تیم داماش حضور داشت. شهرداری تبریز، شاهین بوشهر، پیکان تهران، تیم هما و تیم پرسپولیس و نوجوانان ایران هم از جمله تیم‌هایی بود که حمید درخشان سابقه مربیگری درش داشته. انتخاب خوبی را داشتن داماشی‌ها به عنوان حالا یه سرمربی که قرار بود از بیرون استان بیاد. امیدواریم که بتونه به داماش کمک کنه و این تیم رو به اون جایگاه اصلیش بیاره. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش بازم از سمت راست بازیکن تیم نیروی زمینی رو به عقب، جایی که طاها شریعتی حضور داشته توپو فرستاد برای دروازه‌بان خودش. مولایی توپو میاره مستقیم میانه میدان. میگم بعدشون نمیاد نیروی زمینی که یه امتیاز رو از تیم داماش بگیرن، دفاع میکنن و چشم به ضد حملات دارن. حالا این موقع گیرشون اومده. از سمت راست توپ رو میفرستن و بی هدف توپ بیرون میره. خدایی این زمین فقط به درد نشاکاری میخوره. الان چیزی که ما میبینیم میلاد رویین رو باید بیرون بیاره. آقای درخشان و علی خدایی چهری که میبینید قراره به زمین مسابقه بیاد. میبینید تعویض رو یک بار دیگه توپ به بیرون میره. حالا صدای درخشان رو هم در میاره. شهرام حمیدی صحبت میکنه، سرپرست تیم. های درخشان در کنار زمین باز هم صحبت میکنه. این چهره یه بار دیگه بازیکن تیم داماش اجازه کار رو نمیدن به نیروی زمینی. این چهره شهاب محمدی است. 94مین دقیقه از این دیدار. 1 دقیقه به پایان وقتهای طلب شده هم زمان داری. باز هم داماشی ها. کنعان طاهر نژاد بلند به زمین تیم نیروی زمینی. یک بار دیگه یک فرصت برگشت توپ. باز هم صاحب توپ هستن بازیکن تیم نیروی زمینی. حالا رو به عقب میارن. توپ میاد به میانه میدان. دیگه کم کم باید انتظار مساوی داشته باشیم از این دیدار. به هر حال
داماش یک امتیاز خونگی رو خواهد گرفت از این دیدار. چادر تشکر بکنیم از مدیران تیم داماش که تمام تلاششون رو کردن تا این تیم رو به هر نحوی که شده وارد مسابقات بکنن با توجه به مشکلاتی که وجود داشت. از آقای